آموزش 10 مدل غذای گیلانی. اولین قسمت باجن کباب. پیاز، دارچین، روبنار، مغز دور، نمک، روغن، سبزی معطر و بادنجان. اول بادنجان رو پوست کندنیم، نمک زنیم تا این ترخی بگیره. شما بادنجان رو ریشه داری ریسری بشینید. نمک اینجوری پخش کنیم. چینیم همه سبزی معطر رو در جنم. بعدشون دوست دارن سبزی دهنن، دوست ندارن سبزی دانه کنن. هرچی به سلیقه خودشونه. تا بشین به سوی مغز گیردو. حالا بشون بسوام برای بانجان کباب. اما هم گونی بانجان کباب هم بانجان توشی. حالا شما چی گونی؟ یه پیاز متوسط این دل بنده کنیم. حالا یه قاشق رو بنار دکنه بی من. یکم دارچین اضافه کنم بی من. یکم نمک اضافه کنم چون اما بانجان نمک داره نخواهم زیاد نمک بزنم. حالا شون اینو به هم بزنم مواد آماده بکنم. بسه بشین بانجان رو سرخ کنم. جرجه نزنم. حالا شونیم گوجه سر بگیرنیم بیدل خالی کنیم بیدل مواد دو کنیم. خوابا من یه کف بدم بعد برده اونم بانجان من یه 3 تا قاشق آب دو بی من یه تف بخورو بسه بشه همه بانجان دل پرا کنم. باید گوجه دلم پرا کنیم. ایسته دوباره همه بانجانشون دچینیم. امروز همه مهمان بگیم شما بانجان کباب.